چه اشتباهی کردیم ما ازدواج کردیم، چه اشتباهی کردیم ما ازدواج کردیم، چه اشتباهی کردیم ما ازدواج کردیم. به جرم زندگانی تباه شد جوانی، به جرم زندگانی تباه شد جوانی، به جرم زندگانی تباه شد جوانی، به جرم زندگانی تباه شد جوانی. مادرم برپای از قانون نشسته بود برشو گذاشت اجرا. 3 سال خونه باباش خوابیده، داره از من مهریه میگیره، نفقه میگیره، هزینه درمان میگیره، هزینه زیباییش هم داره از من میگیره. این چه حقیه؟ یک روز با من زندگی نکرده. مرگ بر کاسبان مهریه، مرگ بر کاسبان مهریه. بچه‌ها بریم مرگ بر کاسبان مهریه، مرگ بر کاسبان مهریه، مرگ بر کاسبان مهریه، مرگ بر کاسبان مهریه. در تمام قواعد حقوقی اسلامی ما یه چند فصل داریم. فصل قانون اساسی دایر بر اینه که تمام قانون بالاخص حوزه خانواده متکی باشه به احکام الهی. ما این قانون مهریه‌ای که الان جاری شده بر اساس ادله اربعه، بر اساس کتاب خدا، سنتمون، اجماع، بر اساس احادیث، بر اساس تمام این ادله اربعه، بر اساس اینها می‌بینیم که اصلا هیچ وجاهتی نداره، وجاهت شرعی نداره. ازدواج ما بر پایه شرع، اما بر پایه پول و ریاله. حقوق در ازدواج ما فقط جنبه ریالی دارن. الان بچه من هنوز عید نیومده، عیدی شرط مصادره کرده 8 میلیون توی بس کرده. مهریه رو با کردن، مردا رو غارت کردن، مهریه رو با کردن، مردا رو غارت کردن. ازدواج ایرانی یک طلعه دائمی، ازدواج ایرانی یک طلعه دائمی، ازدواج ایرانی، ازدواج ایرانی